پلیس ترکیه در پی عملیات روز یکشنبه در 6 ولایت این کشور بیش از 400 نفر را با اتهام عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی بازداشت کرد. به نوشته رسانه‌های ترکیه 60 متهم در انقره و 150 نفر در شهر سنلیورفه واقع در مرز با سوریه به دست افتیده افراد باقی مانده در ولایت‌های کونیه، ادیامن، بورسا، کوچایلی، استانبول و غازیان تپه بازداشت شدند. خبرگزاری انادولو تاکید می‌کند که افراد بازداشت شده اساساً خارجی هستند. مقامات ترکیه تصدیق کردند که فعلا در بازداشتگاه‌های این کشور 780 نفر با اتهام عضویت در گروه جهادی یاد شده نگهداری می‌شوند. از این تعداد 350 نفر شهروندان کشورهای دیگر بودند. ماه اوگوست سال گذشته ترکیه با هدف پشتیبانی از آشوبگران سوریه عملیات نظامی را بر ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی آغاز کرد. در این چارچوب کشف و کافتوکاب پناهگاه‌های این گروه در استانبول و دیگر مناطق کشور صورت گرفت. عملیات بعد حمله شب سال نو به یکی از طربخانه‌های استانبول که کمش حیات 39 نفر را از بین برد توصیه یافت. در رابطه با این حمله شهروند 29 ساله ازبکستان عبدالقادر مشریپوف بازداشت شد که به قول منصبداران ترک مسئولیت کشتار باشندگان طربخانه استانبول را بر دوش گرفت. می‌خواهم در این رابطه به نیروهای امنیتی و به خصوص به نیروهای وزارت امور داخلی و پلیس استانبول عرض سپاس کنم. هنگام کافتوکاوی منزل زیست مشریپوف تأکید شد که خانه را یک شهروند تاجیکستان برای او اجاره گرفته بود. در گزارش اخیر رویترز درباره شهروندی 400 بازداشت شده تفصیلات بیشتری ارائه نشده است، ولی به قول وزارت کارهای داخلی تاجیکستان دوشنبه به انکره روی خط شهروندان تاجیکستان را که می‌خواستند توسط ترکیه به سوریه روند پیشنهاد و بازداشت و استرداد آنها را تقاضا کرده است. زیاده از 20 مرتبه اوید شهروندان ما که در آنجا هستند و برای جلب کردن شهروندان با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شدن سر کار دارند و شخصان علایده که گروه تروریستی علاقمندی نزدیک دارند اخبارات و مکتوب‌ها فرستاندند، لیکن متاسفانه تا حاضر جواب‌های مثبت نیست از طرف مقامات درکاری ترکیه. ما کوشش کرده ایم که در آینده همکاری زیاد کنیم که این شخصان دستگیر شوند. ترکیه با سوریه 900 کیلومتر مرز مشترک دارد و جنگجویان از ترکیه همچون کشوری ترانزیتی در راه به سوی جنگ‌های سوریه و عراق استفاده می‌برند.